اومدم ویزا را گرفتم، 15 روز برام ویزا داد، رفتم فرداش بلیط گرفتم رفتم ژنو. هیچ کس هم نمیشناسم، زبونم بلد نیستم. فرودگاه چه پیاده شدم با سامسونت رفتم 24 ساعته برگردم. دنبال اون کسان چه دیدم چمدون ندارن رفتم چه گم نکنم، چون تابلوها رو نمیتونستم بخونم. دنبال اون رفتم، از اونجا خارج شدم دیدم تاکسی‌ها وایستاده. 10 تا اگه طول کشید به تاکسی بفهمونم چی منو ببر به این آدرس. فارسی گفتم متوجه نشد، ترکی گفتم متوجه نشد، میخندیدن. خلاص اون کارت نشون دادم گفتم آدرس متوجه شد، منو برد اونجا. هتل پرزیدنت بود و کنار آلستر ژنو. رفتم اونجا داخل هتل قدم میزدم، یه فرش فروشی چی بود اونجا، رفتم جلو مغازه، اون 1/3 فروشگاه الان ما بوده مثلا. دیدم یه آقای اومد بیرون، آقای بابایی بود، نمیدونم مرده خدا رحمت کنه زنده است چه خدا سلامتش کنه، خیلی وقت دیگه بی خبرم ازش. و اومده گفت آقا ببخشید شما ایرانی؟ منم 21 سال سر حال، موها پر، خوش تیپ، عرض به خدمت. گفتم بله. گفت چه عجب اومده ایران؟ گفتم من اومدم اینجا ببینم میتونم یه کاری بکنم. گفت میخواد چیکار کنم؟ گفتم میخوام تولید فرش کنم. دعوت شد من به فروشگاهشون میوه، چای، قهوه سفارش داد. گفت اگر میتونی برو یه 4 تا فرش جرد بزن دایره. موقع حالا چیزی نبود اصلا تو ایران فرش جرد نبود، اختراع کنندش من عظیم زاده است. من اینا رو از این یاد گرفتم چجوری باید شروع بشه، چجوری بافته بشه، چجوری تموم بشه. گفتم به من یه هتلم بگیر بی زحمت، یه شب پولش خودم میدم. آی بابایی فکر نکن شما میدی. و لطف کرد به من هتل گرفت، یه شبم اونجا موندم، دوباره عصر اومدم باهاش یه مقدارم صحبت کردم، کار از این یاد گرفتم. فرش گردو برای چی میخواست؟ فرش جلد را عرب ها میخواستن، یه چیز پیشنهادی بود، میگفت این عرب ها یه جاهایی میسازن بعضی جاهاش سقف جلد میخوام فرشش هم جلد باشه. موقع فرش جلد نبود، ولی این طراحی ها چه در اومده بود الان تو ایران هم هستش، فرش جلد میاندازن. اون موقع عرب ها چه تو قصراشون بوده اینا فرششو میخواستن، اینا میرفتن فرش گیچی میکردن، بلد نبودن چه اینجوری ببافن. این به من چه تقریبا الگوشون گفت، من چون کارم هم فرش بوده بلد بودم، اومدم فوری اینو تکمیل کردم. اومدم این به من گفته بود 4 تا، من 27 تا شروع کردم. اون به من گفته بود 2 تا 4 در 4، 2 تا 5 در 5. من از هر یه چی 4 تا 4 تا 4 تا 4 در 4، 4 تا 5 در 5، 4 تا 6 در 6، 4 تا 7 در 7، حتی 2 تا 10 در 10 هم زدم. اومدم یه کاری لاگل اون موقع 5 میلیون تومان سرمایه میخواستی، 100,000 تومان، 100,000 تومان من نداشتم، من 20,000 تومان داشتم. 20,000 تومان هم از پسر عموی پدرم گرفتم، 60,000 تومان هم از بانک ملی و از بانک ایران شهر، الان شده بانک ایران شهر شده تجارت، گرفتم. جمعش شد 100,000 تومان، پول یه تراول امروزه. با 100,000 تومان به اندازه 50 برابر 100,000 تومان 5 میلیون تومان کار را شروع کردم. کار خطرناکی بود، ریسک بزرگی بود، ولی فرش جلد اینجوری بافته میشه، یه جیره 3 5 7 9 11 13 15 17 رفته میری، اول فوری میری بالا. از اینا حالا بعضیا 10 در 10 چله چشی تموم نشده بود، ولی از بعضیا بافته شده بود 30 سانت 50 سانت. 2 تا مشتری از آلمان اومد به من، مشتری اومد، من 2 تا به اینا 4 در 4 پیش فروش کردم، 2 تا 5 در 5. این ساختمون موتلگو الان چجوری پیش فروش میکنم، این اون پیش فروش کردم. اومدم آقا از اینا 12.5 میلیون تومان، سومین بار بود سوار هواپیما شدم. از تبریز اومدم با هواپیما برم چه شب از اینا چشاشو بگیرم. اینا امیرآباد من دعوت کردن خونشون، 6 میلیون قرار بود نقد بدن، 6500 4 ماهه. خلاصه شام خوردم، آب خوردم، چچا را گرفتم گذاشتم این جیبم، یه آژانس گفتم برام بدن، اون موقع ماشین نداشتم پیکان بود. اومدم هتل استقلال، تا هتل 3 بار جیبمو نگاه کردم ببینم چچا هست، دیدم هست. 5 بارم شب بیدار شدم ببینم چچا هست، دیدم هست. ساعت 6:30 چه بلند شدم نماز خوندم، 6:30 رفتم پایین، صبحانه رو خوردم، 7 سوار ماشین شدم رفتم بازار. از رئیس بانک زودتر بازار بودم، 6 میلیون چچی بانجی کردم، پریدم به هواپیما تبریز. دیگه رفتم یواش یواش، یه مشتری اومد 27 میلیونم به اون پیش فروش کردم، یه مشتری اومد 40 میلیونم به اون پیش فروش. دیگه زدم کار گرفت. خوستا شرم اگر بخواد اتوماتیک میاد، وای از اون روز چه اوستا شرم نیاد.
دعای مادرم نباشه کار خیلی سخت میشه. اینا رو کی میبافت اونجا؟ چجوری اینا کارا رو مدیریت میکرد؟ من اینا رو اون موقع برسه استکار گرفته بودم، کارگر گرفتم و یه نفر چی توفش خیلی خبره بود وارد شریکش کردم به نام آقای تقی‌زاده و کار پیش بردیم. سالیان سال میبافتیم. دیگه از من اومدن کپی برداری کردن. من دیدم فرش جد دیگه ما یه زمان خوب فروختیم و واقعا هم میشه گفت من سرمایه اصلی مزون. آره بعدش اومدم دیدم که خب فرش 80 رز 90 رز نیست. اومدم من زدم رو کار 70 80 90 رز تا اینا رو کپی بردار کنن. کارخونه مقدار ادامه داشتی. بعدش هم که قطعنامه شد، تو قطعنامه ما کارخونه را کم کردیم، یعنی پخش کردیم به جاهای مختلف. ولی خب تولید الان دارم، الان هم کارهای دیگه میکنم. تو اون زمان با آلمانیا شروع کردی، یعنی صادرات به آلمان و سوئیس بوده؟ من به آلمان و سوئیس و ایتالیا و فرانسه و بلژیک خب همین اینا چطوری گسترش پیدا کرد؟ خب یعنی از کی دفترتون ایجاد شد؟ پام باز شد اروپا. دیگه اولین پیشفروش کردم، دومی پام باز شد به اروپا. دیگه هر ماه هر 2 ماه میرفتم 10 روز 20 روز یه ماه میموندم. از اونجا یه چیزایی یاد میگرفتم، به دست می آوردم. مثلا میرفتم غذاخوری غذا بخورم، میدیدم یه چف یه دیس سینی یا بشقاب یه گلی است، اون عکس میگرفتم می آوردم به نقاشم میگفتم اینو طراحی کن فلان جای فرش. خب الگو جمع می‌کردم یا میرفتم موزه ها. خب الان مثلا موزه های جهان شما بگردی همش فرش ایرانیه. الان بعضیا میان میگن فرش ایران در رده چندم. چی به من خیلی سنگین این حرف. از من عظیم‌زاده بپرسن کسی اطلاعات نده، اطلاعات غلط نده. فرش ایران در رده اول بوده، هستش، خواهد شد. چرا 3000 سال تاریخ داره؟ 3000 سال تاریخ فرش ایران ما ندیدیم در یه موزه یه دونه فرش هندی، پاکستانی، چینی. چون نه 100 سال به بازار اومدن، اینا امتحان پس ندادن و نمیتونن پس بدن. ما فرش ما قدمت داره. فرش ما بالاخره شما یه فرش میری در یه موزه میبینی میگن چند، میگه 20 میلیون دلار، 10 میلیون دلار، 30 میلیون دلار. چرا؟ میگن این 300 سال کهنه است. الان شما گوگل سرچ کنی 2 سال اندی پیش یه دونه فرش 6 متری تو نیویورک 33 میلیون 700 هزار دلار فروش رفت. یه فرش 6 متری ایرانه. پس فرش ایرانی خوبه، هر چیز داشته باشه، هر چقدر قیمتش بره بالا قیمتش میره بالا. این سازمان عظیم‌زاده کی توی ایران پایه‌گذاری شده؟ یعنی اومدی توی تهران؟ من تهران اومدنش از 20 سالگی تهرانم، ولی اون موقع منزلم تبریز بوده، میرفتم میومدم. ولی الان تقریبا 30 سال تهرانم. 30 سال. توی تهران شما شعبه میزنین، جنس میفروشین. الان خیلی از کسایی که صحبت‌های شما رو گوش میکنن تو همه دنیا کسب و کارشون مثل شما فرشه. حالا میخوام مثل حاج عظیم‌زاده یه قدم به شما نزدیک بشن. شما چطور این سیستم رو مدیریت میکنین؟ چطور برای شما میدوزن، میبافن؟ این فرشا رو چجوری میفروشینش؟ سفارشی کار میکنین هنوز مثل اون سابق یا نه همینجوری میبافین و میفروشین؟ نه ما الان سفارشی کار نمیکنیم. حتی اولا چه اسم من بعضی جاها خرج میکنن، از اسم من سوء استفاده میکنن، برمیدارن مثلا فرش ماشینی میزنن به اسم من. خب و این میشه سوء استفاده از اسم من. احتمال داره من اینه بالاخره به یه جای برسونم ببینم چرا از اسم من سوء استفاده شده. چون فرش عظیم‌زاده به ثبت رسیده، مال منه. شاید 100 نفر فامیلش عظیم‌زاده باشه تو کشور، ولی فرش عظیم‌زاده با عظیم‌زاده فرق میکنه. من هم فامیلم عظیم‌زاده است، هم فرش عظیم‌زاده مال من است. خب پس بنابراین از اسم من سوء استفاده های میشه در جاهای مختلف خارج از فرشم بعضی جا میشه. ولی من برای فرش الان سفارش نمیگیرم. حتی من 4 تا فرش دارم در دنیا، اینا را کس نداره. چون من کار تچ دوست دارم چه فقط خودم داشته باشم. من حدود 10-12 سال پیش که الان 11 سال این فرشا رو میبافم، اومدم به فکر افتادم، گفتم خدایا چیکار کنم چی تا حالا نشده. دیدم 3000 سال تاریخ فرش ایران، تبریزی ما چه حرف به گفتن داره. تو من با قومی ها اتفاقا بحث اینی دارم همیشه.
میگن که اونا میگن فرش گم اوله، من میگم نه، فرش تبریز اوله. چرا به فرش تبریز؟ آقا شما کدوم هم شهر دوستای من ازشون خرید میکنم، سفارش میدم، رفیقم باشون، ولی کدوم گمه اومده 1 میلیارد تومان به تبلیغ فرش پول خرج کنه؟ بله آقا ببین چند میلیارد عظیمزاده خرج کرده، چند میلیارد شفقی خرج کرده. و تبریز چرا رده اول امروز؟ به خاطر اینکه تقاضای بازار فور عرضه میکنه. خب چون امروز در داخل خود ایران اگر 20% 10 الی 20% ابریشم میخرن، 80 الی 90% فرش تبریز، شاید 10% هم متفرقه میخرن، ولی 80% تبریز میخرن. چون تبریز تنوع زیاده، تقاضا رو عرضه میکنه. و من اومدم فرش تبریز دیدم بالای 100 متر فرش نبافته تبریز. اومدم چون من یه آدم ریسک پذیر، شجاع، نترس، توکل من به خدا، اومدم 2 تا 20 در 20 هر یکی 400 متر جفتن، اینا 800 متر، 2 تا هم 20 در 30 اینا را یه رنج یه طرح 4 تاشم سفارش دادم، 230 نفر گذاشتم. خب تولید ملی یعنی این، کالا ایرانی یعنی این، باید یه کالا باشه پرستش داشته باشه. خب الان اینا رو 11 سال 230 نفر بافته، اینا اینجوری میفته، یه 20 در 20 اینجوری میفته، یه 20 در 30 اینجوری میفته، یه 20 در 30 میاد بالا، این یه 20 در 20 میره اینجا، میشه ضرب دره 40 در 50 2000 متر. 2000 متر در دنیا اینا رو من دارم. اینا 2 تاش تموم شده، 2 تاشم تا 4 ماه تموم میشه، 5 ماه. اینا روز رونمایی خیلی سر صدا میکنه، شاید سر صدای جهانی میکنه، تمام سایت های جهان میزنن این خبر رو. و اینا رو انشالله از آقای رئیس جمهور دعوت میکنیم بیاد رونمایی کنیم، یا از رئیس مجلسمون عرض به خدمت بیان رونمایی بشی، بعدش به فکر فروشش باشیم. البته اینو باید تو سازمان ملل شما رونمایی کنید، چون این کاری که شما دارید میکنید بین المللیه. اصلا این یه کار تچیه نداریم، اینا یه چیزی هم همه کس بخر نیست. هیچ همه کس جای اینا رو در کل جهان شاید 10-15 نفر بتون اینا رو بخره. 10-15 نفر بیشتر نمیتونن بخرن. هم جاشو ندارن هم پولشو ندارن. پولش یه ذره خطرناکه. مرسی که بازم کارهای خوشگل کردین که باعث افتخار ایرانه. شما تا چه سالی درس خوندین؟ کلاس چندم؟ من به تدریج درس خوندم و الانم هنوزم میخونم انشالله. میخوام به عنوان کسی بگین که الان الگوی خیلیاست و خیلیا میگن که خب الان ما حتما باید بریم اون درس رو بخونیم که به یه جایی برسیم، با اینکه طرف استعداد کار کردن داره، توانایی کار کردن داره، ولی خانواده ها زور میکنن که حتما باید بره که نه اول درس رو بخون. شما نظرتون چیه به عنوان کسی که یه کارآفرین خیلی بزرگی تو اینا، تو نه در ایران در تمام دنیا به این شهرت داری، آیا به نظر شما باید مثل شما عمل بکنه؟ یعنی اگر طرف استعداد و توانایی کار کردن داره اول بره کار بکنه، بعد مثل حضرت علی به تدریج درس بخونه؟ ببین الان بعضیا میگن علم بهتری یا ثروت، چون اختلاف سلیقه است تو این. یکی میگه آقا علم بهتره، یکی میگه نه آقا آدم ثروت داشته باشه 100 تا چه علم داره همش استخدام میکنه براش کار میکنه. خب ولی من میگم این یه نفر باشه هم علمشو داشته باشه هم ثروتش، نور علی نوره. خب نور علی نوره. این هم این فرمایش شما هم دقیقاً همینه. اگر یکی تواناییشو داشته باشه هم درس بخونه هم کار کنه. توی اروپا بیشتر جوان‌ها هم درس میخونن هم میرن تو رستوران کار میکنن، ایراد نمیدونن. ولی توی ایران ما بجی هم درس میخونه، شما دانشجوی بجی من دکترا میخونم برم کار کنم، بله برو کار کن، اشکال نداره، کار کردن افتخاره. خب آدم اگر بتونه از اول الان بیارم زبون یاد بگیریم. خب الان من مثل یه بچه 5 ساله نمیتونم زبون یاد بگیرم، دیگه مغز من نمیکشه. خب بچه فوری یاد میگیره، چرا مغز بازه. جوون حالا بشینه درسشو بخونه بشی 30 سالش، الحمدلله جوونای امروزی چه الهه به امید تو 1 ساعت دانشگاه و 1 ساعت هم 50 دقیقه شو با SMS بازی میکنن. خب
بابا سر کلاس استاد اونجا تدریس میکنه، موبایل نبر اصلا کلاس، برده ببند. خب و جوونا امروز این نیست که من الان 60 سالمه، من الان 2 ماه ساعت باشگاه عوض شدم، خدا شاهد. بپرس از مربی من، بپرس. من 3 سال بود 4 صبح میرفتم باشگاه، بعد از ظهر وقتشو نداشتم. بعضیا میگن آقا 4 صبح پس وقت نداره، میگم آقا از وقت خوابم میزنم. یا شب جوون نشسته تا ساعت 2 پای تلویزیون بیگانه، رادیو بیگانه یا سایت ها. آقا چی کار داره؟ شام تو خوردی، اخبار تو گوش دادی، یه میوه دسر از خانم آوردی یا مامانت یا خانمت خوردی، بخواب 11 بخواب. خب نماز تو بخون، شام تو بخون، استراحت تو بخون، بخواب. بلند شو مغزت بذار استراحت کن، صبح بلند شو. جوون چی صبح تا 11 بخوابه، این هیچ وقت موفق نمیشه. من الان شما میفرمایید شرکت رو من 10 تا اضافه شرکتم داشته باشم مدیریت میکنم. مدیر خودش کار نمیکنه، مدیر مخش کار میکنه، دستور کار میده. نه اینکه دستور میده پرسنل من باید من مجموعه باش، دستور کار درست. مدیر نباید جلو پرسنلش بخنده، مدیر نباید از پرسنلش دیرتر به سر کار بیاد، مدیر نباید زودتر از پرسنلش از سر کار بره. من 40 سال پرسنلام نمیتونن با من سر کار بیان، من از اینا زودتر میام. صبح هم ورزشمو میکنم، هم عرضه به خدمت زودتر از اینا میام. اینا ساعت 5 چی برن، من حالا شروع به کار شیفت بعدم شروع، من تا 9 فروشگاهم یا تو دفترمم. خب چرا؟ من یا مسئولیت آدم به عهده نمیگیری یا مدیریت میکنه. مدیریت هم نه به پوله نه به تحصیلاته، مدیریت ذاتیه، ژنیه. مدیریت اینطوری نیست که همه باید مدیر بشن، نه نمیتونن بشن. مدیریت همه کس نمیتونه مدیریت کنه.